بالاخره بازی رد دد ردمپشن برای گوشی‌ها هم عرضه شد. این یه خبر خوبه برای کسایی که گوشی‌های اندروید دارن، یعنی به کنسول دسترسی ندارن و دوست دارن رد دد تجربه کنن. شرکت راکستار نسخه رد دد ردمپشن ریمستر رو، یعنی نسخه رد دد 1 رو برای کنسول‌ها و گوشی‌ها میخواد عرضه کنه، هم چه برای آیفون چه برای اندروید، چه برای کنسول‌های پلی استیشن 4 چه برای کنسول‌های پلی استیشن 5 و ایکس باکس، که از لحاظ گرافیکی، نورپردازی، نمیدونم این چیزا مثل که خیلی بهتر شده برای کنسول‌های نسل نو، یعنی اونایی که پلی استیشن 5 و ایکس باکس سری ایکس و سری اس دارن 4K 60 فریم اجرا میشه و این خیلی خوبه. حالا کسایی که گوشی موبایل دارن نمیخواد برین توی پلی استور و بازار و مارکت بزنین نسخه های این الکیایی که مثل ردت ساختن رو دانلود کنید و بازی کنید. قشنگ میتونید توی تاریخ 11 آذر یعنی 2 دسامبر 2025 که این بازی میاد این بازی رو دانلود کنید و بخیر راحت بازی کنید. نسخه خیلی فوق العاده ایه که جان مارسو، یعنی شما کنترل جان مارسو رو در اختیار دارید و میتونید با بازی کنید. که اسپویلتون کنم نه، اسپویلتون نمی‌کنم، برید حتما این بازی رو تجربه کنید. اگر میخواد خبرهای گیمینگ رو خیلی زودتر از بقیه در اختیار داشته باشید، حتما این کانال رو سابسکرایب کنید. مخلصیم.